ما البته مشکلاتی داریم در داخل، کسی منکر وجود مشکلاتی در معیشت مردم، مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم ابتلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات، اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است. داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را. راهپیمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما، ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر. این است که مشکلات ما رو برطرف میکنه. مسئولان مشغولن، به حمدالله کارهایی دارن میکنن و بنده بسیار امیدوار هستم که بتوانن همین دولت محترم بتوانه مشکلات معیشتی مردم رو لااقل کم کنه.